طائفيات أو طوائف. نالت بالعيد. اینکه به هر جهت واضحه که تلاش جمهوری اسلامی ایران در گذشته و حال سعي الحكومة الإيرانية في الماضي والمستقبل أنه واضح و حتی ما برای آمدن به اینجا هم دچار یک سختی و صعوبتی بودیم. به راحتی که ملت عراق و دولت عراق همیشه و همواره مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران حضور دارند و قطعا تشریف خواهیم فرمایشون در این جلسه به خاطر استقبال از ما العلاقات بين الشعبين ذهب الآن، لكن نحن نأمل من الحكومة الإيرانية. الجول الثاني أهم من صدام هو فكر صدام. بعضی چیزها کلیده. اینه معلوم نیست. چیز نداره. يعني اینم خانم میگن که خیلی قشنگه. اینم ما بگیم لوگوی کوچکی هست، جایی که انشالله حالا قبل از انتخابات بعد از نزدیک اونجا دوستانی که دارن این هنر رو فابریک اصلی اینا میبینیم. احسن اما دستیه. بله دستی. این اصلا معملکی معنی میبینید. حالا انشالله اگر اعضا تشریف آوردن اصفهان ما اونجا از نزدیک بهترین هاش هم خدمتشون تقدیم می‌کنیم. البته یکی از بهترین کارهایی است که در اصفهان تولید شده. واجب شد.